به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای خوب نازنین، طوری که به تصویر مشاهده میکنیم آمدیم به خانه یک همشیری که اینا به مدت 6 سال میشه دوچار به یک مریضی گنده شدم که خدای پاک به هیچ انسان نشون نده. خدای پاک این مریضی ها را از تمام دنیا گم کنه، خصوصا افغان ها. ما و شما درخواست کمک کردم بینندای خوب نازنین. با خدا باور کنیم، من اول که آمدم به داخل از این سرا خانه، وقتی همشیره دیدم ایت باور کنیم موها به بدن متخ کشید، از زوری که تمام وجود از این مادر، از این همشیره همه ورم و همه سیاه شده. تمام افغانستان اینا به حساب تداوی برفتم، دیگر راه و چاره نداشتم. دکتر صاحبا گفتم یا بعد اینا به هند برم یا به پاکستان که مبلغ 1.5 لک افغانی هم مصرف داره. همشیره پیش از ثبت که ما ثبت کنیم 10 دقیقه اینا گریه میکردن، گفتم ما نون خوردن خور نداریم، 8 نفرم خرچ خوریم، به خونا به ای بر به او بر، بالاخره ظرف کاسه نون پختی رخشویی چیزی میکنم، کسر ندارم. خداوند شما رو خیر بده، خداوند شما رو عزت بده. میگه دل به دست یار که حج یک بر است، از هزاران حج یک دل بیتر است. این مسلمان اگر مجبور نباشه به خدا باور کنیم، خب اگر کسی حاضر شه به جلو دوربین درخواست کمک بکنم. پس این مسلمان، این همشیره، این مادر، شما دوستای نازنین، شما شخصای خیر، خصوصا خواهرها، کمک کنیم به زینا، از این مریضی نجات بدیم. خدای پاک شما را از 1000 پریشونی نجات بده، داغ اولادا خور نبینیم، سایه پدر و مادر خدای پاک عطا سر شما کم نکنه. بینندای خوب نازنین، اینا هم گپا خور گفتم، صحبتار بکردم، خو خیر دل سفره نون نیست که به هر جا آدم هوار کنه. باور کنیم خیلی سخته ایت مریضی به زبان آدم نمیآید. از این مریضی هایی که تمام وجود بگرفته. بالاخره به شما خلاصه بگم، خود شما میفهمیم دیگه، بیشتر دل شما را او نمی کنیم. مادر جان، شما غیر از خود افغانستان یا کابل یا هرات جامعه که رفتیم بیتا به پاکستان یا هند چیزی نرفتیم؟ بیل نداشتم که برم، هیچ بیل نقصه دوایی ندارم که بخورستانم، با این جگاهش دمی رفتم، ندارم دیگه. بینندای خوب نازنین، دم عید قربان فکر کنیم یک گوسپند قربانی کردیم، دادیم برای الله پاک، به رضای خدا دادیم. اگر 100 افغانی تا به هر چی که توان شما هست به زی همشیره کمک کنیم که اینا بتونم همین راه و چاره همین مریضی خود پیدا کنم، یا اینا بعد به پاکستان برم یا به هند برم. بیشتر وقت شما نمیگیریم، شما را هم جگرخون نمی کنیم. خدای پاک به شما با آخرت و آخرت مزد بده. این همشیره هم از خدای پاک تمام مریضار نجات بده. الله پاک خداوند شما رو خیر بده. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. خواهر جان، انشاءالله همشیرای خیری هستم، برادرای خیری هستم که انشاءالله چند بار کمک کردم به می برنامه ما، خصوصا به ماه مبارک رمضان. حتی طفلای بود کمک کردم، همشیرای کمک کردم. خداوند اینا رو خیر بده. انشاءالله به شما کمک میکنم. خواهر جان خیر بینم، خدا اینا اولادای اینا مزاخرات و حضرت بده، خیر بینم. تشکر از شما. سلامت باشیم، بخیر باشیم. خدا حافظ و ناصر شما.